امروز اومدیم با هم دیگه کوپه سیب زمینی درست کنیم. ولی قراره با دسته بسته این کار رو انجام بدیم. قراره خودمون رو محدود کنیم به 3 تا چیزا رو تو این گذاشتیم که من اینجوری تو کپی کنم. اول کی؟ تکامتی کنیم. اول دراستن. الان 2 تا برداشتم. یه دونه این کور بولورین مردی که چنگ بستش. بولورین. منم که چی هم؟ الان چیزی منم چیزم دیگه بابا. چی نوشتی؟ اگه تونستی بخونی بچه چی نوشته؟ هر کی تو کامنت ها گفت جایزه 1 میلیونی میگیره. ایوه چی نوشته؟ بچه الان شیطان هزار میشه. دسته بی خب بریم که شخصیت ها آماده بشن. Monster on the beat, ho, Debo, any rap nigga, he a free throw. Man down, call her Amber Lambs, tell him breathe, bro. Nail a nigga to the cross, he walk around like Tizo. What's up with these jabroni ass niggas trying to see Compton? The industry can hate me, fuck them all and they mama. How many options you really got? I mean, it's too many options. I'm finna pass on this body, I'm John Stockton. کجا بزنم سیگار رو؟ بذار هی برو بیا یه بشقاب بردار. اینجا چیزه اینجا سواری اینجا چیز بردار بشقاب یه دونه بذار اینجا اونو بذار اینجا بیا اینجا بذار اینجا دست بکن اینجا دست تو برو پای تمرین پای یه سیب زمینی بردار زیرمونه نه بیشتر 2 تا بردار نظر چیزی اینجا بیارم. نه آقا چه پسکت زمینی کن واسه زمینی من یه اینو بگی میدونی سیب زمینی یه خواصی داره. شیرا بده بگیرش چنگل سوت خوره باز شده من یه کری وایسا من برم هر کی تونست با قاشق بخون بشکنه تو پوستش قاطی نشه یه تیتاب طلا بس اینو چالش حتما انجام بدید نکن نزن اینجا خب تمیزه من باید کسی خوش گوش بدم با توی کوی به درد نخوری اینو خودم برمیدارم میو نکن کس نتاند کس نتواند کس راکو اینو میگیری درش گذاشتیم که اینا سیزاره آفت شه تخم مرغ درش شکستنه و نمیخواد اینا رو توضیح بدی چیدم داره ما همش بزنیم؟ نه حاضر نیست همش بزنیم سپر پیاز بیا سپر چیکار کنه؟ بالا کن باید دست رو درست کن بالا برو نه وسط پوستشو بگیر این چاقو بیا اینجا بگیر بیا این طرف بیا دستام بگیر این چاقو اگه توضیح دسته آقا سپر این کار انجام من دیگه نمیدونم آشغالش کجا بندازم اینجوری ول میکنم. وایس بابا اصلا بیا بذار اینجا بیا اینجا پسرانی که میخوام پیاز خورد کنن دست راست رو میگیری عضله‌ای ببین. خب آقا وسایل آماده شد بریم تو بس بریم اصلی قاطی پاتی کردن بگی آقا بیا اینجا من بده آموزش یه چیز بدم آموزش پوزکنی تو آقا اینجا رو ببین میگم موقعا جلوم نبام که من دیوانه بشم هر موقع تو حواس هی من از سمتت میکشن
وسایل حاضره. باید بریم مخلوط کنیم. ما بریم مخلوطش کنیم. سفر بلند شو. سفر بیا اینجا من بریم تو تخم مرغا. نیازم تو ماسا؟ این همین تو دست نزن تو فقط بریز تو دست بریز توش الان توشه؟ کزش کن خمش کن باید بریز توش این سیب زمینی چسبیده بود یه سیب بریم یه چی به من؟ یه پیازم بریز توش اینجا خمش کن من میریزم حالا این نمک و فلفل رو بعد بریز این اینجا برعکس داری میگی برعکس 1 2 3 بریز نه وایسا بریز نه 1 2 3 1 2 3 تمام اینجا چی رو باید بگیرم؟ اینو بگیر نه این بیا پایین بیا بریز بابا این فلفل نیست که محکم فشار بده داداشت بینا چه اسم مشخص یه غذای خوشمزه درست کردیم این غذا خواص خیلی زیادی داره بگی اردو هم بغل چیز بده YouTube this is for Mofid is natural additive خب سپر بیا اینجا اینو بردار جا وایسا باید روحانی کنیم توشو دوستان دستون در نکنه من با همین غذا بذار اینجا چیزه یه ذره روغن یه ذره کجاست؟ بریز توش یه ذره یک بیار خم کن خمش کن آروم رو خم کن بس بالا بابا این نگرد اینجا رو بمال همه جا دوستان عزیز غذایی که ساختیم یه اسمی براش گذاشتیم به اسم اسهال شیطان برش دار کله ملم اصلا اون زاویه ها بگی این کمرش چرا؟ خیلی از جلوی که یه ذره خب خمش کن مطمئنی؟ یه پایینتر خمش کن مطمئنی؟ خمش کن خب اونو دور بعدی ببین از بغلش میشه که اسهال شیطان خوردید؟ شما بیا اینجا ببینم بیا اینجا دسته رو بگیر بگید بچرخونش بردارش یهویی بچرخون بردار بچرخون دوستان این حرکت ریسکی ببر انجام ندید ببر بالاتر میخوره به دست اما این که میاد وسط خب بچرخون در خونه این کار انجام ندید بچرخون یهویی بچرخونش حاجی دستم خیس این چیه؟ این چیه انگوشش هستم؟ کی پاشیده رو دسته مایتابه؟ بچرخون چی شد؟ یه بوی علی میاد ولی بوی خوبی میداد یه بوی علی میاد غذایی که بوش خوبه معنی نیست که طعمش خوبه درسته؟ خب آقا بریم بچه‌ها غذا رو تست کنیم بعد چند مدت چسبناک بودن و کور بودن تونستیم این غذا شاهکار رو درست کنیم. حتی درست قیافه خوبی نداره ولی طعمش یه چیز دیگه است. طعمش فرازمینیه. بریم غذا رو تست کنیم. سپر خان تستش کن. نظرت چیه؟ حاجی عجب چیزیه. عقده داشت جلوی ویدیو یوتیوب که با دست بخوره. خیلی خوشمزه. نگاه کن چه عرقی کرده. ببین دوستان خیلی زحمت کشیدیم. خواهشاً ویدیو رو لایک کنید.
کامنت بذارید. به خاطر سپر یه قلب بنفش بذارید. قلب بنفش هر کی نذاره